شده تا حالا به این فکر کنید که چرا یه ایده خیلی عالی، ایده‌ای که روی کاغذ حرف نداره، وقتی میرسه به عمل، یهو تبدیل به یه فاجعه تمام عیار میشه؟ امروز میخوایم جواب این سوال رو توی دل یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ ادبیات پیدا کنیم. جنایت و مکافات اثر فئودور داستایوفسکی. این سوال یه تمرین فکری ساده نیست. این دقیقاً قلب تپنده این رمانه. داستایوفسکی دست ما رو میگیره و میبره درست وسط یه میدان جنگ بین تئوری‌های خیلی قشنگ و اون چیزی که واقعاً توی وجدان پیچیده ما آدما میگذره. خب برنامه‌مون برای امروز اینه. قراره یه سفر 6 مرحله‌ای داشته باشیم. اول با اون ایده درخشان ولی خطرناک شروع می‌کنیم، بعد یه سرک می‌کشیم به ذهن خود داستایوفسکی، بعدش جنایت رو کالبد شکافی می‌کنیم، میریم سراغ دادگاه درونی شخصیت اصلی، چند تا راهکار عملی برای خوندن این کتاب حجیم بهتون میگم و در آخر می‌بینیم که چرا این داستان هنوزم که هنوزه انقدر مهمه. خب بریم سراغ بخش اول. قهرمان قصه ما راسکولنیکوفه، یه دانشجوی فقیر اما فوق‌العاده باهوش. مشکل از جایی شروع میشه که راسکولنیکوف یه تئوری خطرناک توی سرش داره. اون فکر میکنه آدمای بزرگ، آدمای برتر، بالای قانون قرار دارن. یعنی حق دارن برای رسیدن به یه هدف بزرگتر مرزهای اخلاقی رو بشکنن. این ایده مثل خوره به جونش میفته و همه چیز از همینجا شروع میشه. و دقیقاً همینجاست که نبوغ داستایوفسکی رو می‌بینیم. ببینید این رمان یه داستان پلیسی معمولی نیست. قرار نیست دنبال سرنخ بگردیم و ببینیم قاتل کیه. نه، تمام اتفاقات اصلی، تمام اکشن داستان توی ذهن خود راسکولنیکوف میگذره. ما رو پرت می‌کنه وسط فکراش، ترساش، کابوساش، جایی که هر انتخاب یه بار سنگین روی دوششه. خب برای اینکه بفهمیم این رمان از کجا اومده، باید خود نویسنده رو بشناسیم. فئودور داستایوفسکی، کسی که زندگیش خودش یه رمان تراژیک و پرماجرا بود. تجربه‌هایی که از سر گذروند، دیدگاهش رو نسبت به انسان و روحش کاملاً زیر و رو کرد. زندگی داستایوفسکی یعنی رنج، یعنی سختی. فقط یه لحظه تصور کنید، بهتون حکم اعدام میدن، میبرنتون پای جوخه اعدام و درست لحظه آخر میگن حکم عوض شده. تبعید به سیبری، به سالها کار اجباری. این تجربه وحشتناک روبرو شدن با مرگ و سالها زندگی کنار بدترین جنایتکارها یه دید منحصر به فردی بهش داد. دیدی به عمق روح آدمیزاد که بعداً تو تمام کتابهاش پیداست. تأثیر داستایوفسکی فقط تو ادبیات خلاصه نشد. اصلاً قول‌هایی مثل نیچه و فروید رسما شیفته تحلیل‌های روانشناختیش بودن. میدونید اون فقط داستان نمینوشت، داشت روح انسان رو کالبد شکافی میکرد. یه روانکاو تمام عیار بود. اونم قبل از اینکه اصلاً کلمه روانکاوی اختراع بشه. خب حالا برگردیم به خود رمان. جنایت و مکافات مثل یه پیاز میمونه، لایه به لایه. در واقع داستان روی 2 سطح کاملا متفاوت پیش میره و همینم هست که اون رو تبدیل به یه شاهکار کرده. از یه طرف یه داستان اجتماعی داریم. یه تصویر بیرحمانه از روسیه قرن 19. فقر، فساد، ناامیدی، چیزایی که راسکولنیکوف به آخر خط میرسونن. اما لایه زیرین که خیلی هم مهمتره، یه داستان روانشناختیه. یه شیرجه عمیق به درون مفاهیمی مثل گناه، ترس و اینکه آدم چطور دنبال رستگاری میگرده. داستایوفسکی خیلی هوشمندانه رمان رو 3 قسمت میکنه. اول خود جنایت که در واقع یه جور آزمایش برای اون تئوری انسان برتره. دوم مکافات بیرونی یعنی فشار پلیس و جامعه. و سوم که از همه مهمتره مکافات درونی یعنی جنگی که توی ذهن و وجدان شخصیت اصلی در میگیره. و اینجاست که میرسیم به مغز داستان، به اون ایده مرکزی که این کتاب رو اینقدر تکان دهنده کرده. داستایوفسکی میگه ما 2 نوع مکافات داریم. یه نوع مکافات بیرونیه، یعنی پلیس، بازجویی، ترس از اینکه دستگیر بشی، زندان. اینا ترسناکن، درسته. اما یه مکافات دیگه هم هست، مکافات درونی. اون حس گناهی که مثل خوره به جونت میفته. اون انزوایی که خودت برای خودت میسازی. و داستایوفسکی به ما نشون میده که این دومی، این مکافات درونی 1000 بار وحشتناکتر و بیرحمتر از هر زندانیه. این جمله کل کتاب رو خلاصه میکنه.
دادگاه واقعی درون انسانه. محاکمه اصلی توی یه ساختمون با قاضی و هیئت منصفه نیست. نه، توی ذهن خود راسکولنیکوفه. جنگ بین منطق سردش و وجدان بیدار شدهشه. جنگی که از همون اول بازندش معلومه. خب، تا اینجای کار حتما خیلیا هیجان زده شدید، ولی یه صدایی هم ته ذهنتون میگه 700 صفحه کی وقت داره؟ میفهمم، کاملا درک میکنم، ولی صبر کنید، نترسید. اگه درست بهش نزدیک بشیم، خوندن این کتاب میتونه یکی از بهترین تجربه های زندگیتون باشه. بیایید رو راست باشیم. بله، کتاب طولانیه، اسمای روسی هم اولش شاید یکم قاطی بشن. اینا چالشاشن. اما در مقابل چی به دست میاریم؟ یه شیرجه عمیق به درون روان انسان، درگیر شدن با بزرگترین سوالهای فلسفی و آشنایی با شخصیت‌هایی که تا آخر عمر یادتون نمیرن. به نظرم ارزشش رو داره، نه؟ یه راه خوب برای اینکه از حجمش نترسیم اینه که خردش کنیم. مثلا این یه برنامه 4 هفته‌ایه. هر هفته یه بخش. اینطوری هم بهش مسلط میشید و هم خسته نمیشید. باور کنید وقتی شروع کنید دیگه نمیتونید زمین بذاریدش. یه نکته خیلی مهم دیگه ترجمه است. برای همچین کتابی یه ترجمه خوب واقعاً حیاتیه. ترجمه آقای اصغر رستگار از نشر نگاه یکی از بهترین است. نثری روون و امروزی داره که باعث میشه خیلی راحت‌تر با داستان ارتباط برقرار کنید. و بالاخره میرسیم به سوال آخر. چرا اصلا باید کتابی رو بخونیم که مال 150 سال پیشه؟ خب جوابش خیلی ساده است. چون این داستان همه ماست. داستان همیشگی انسان. این پیام اصلی کتابه. وجدان انسان از هر ایدئولوژی قوی تره. توی دنیای زندگی می‌کنیم که هر روز یه تئوری و ایدئولوژی جدید میاد تا کارهای وحشتناک رو توجیه کنه. داستایوفسکی بهمون یادآوری میکنه که ته وجود هممون یه قطب نمای اخلاقی هست. یه وجدانی که نمیشه با هیچ فلسفه‌ای ساکتش کرد. پس ببینید، جنایت و مکافات فقط یه قصه در مورد قتل نیست، یه سفر کامله، یه سفر به درون گناه، به درون عذاب وجدان و در نهایت به سمت امکان رستگاری. این از اون کتاب هاست که وقتی تمومش میکنید تازه شروع میشه توی ذهن شما. و در نهایت همه چیز به این سوال برمیگرده و این سوالیه که میخوام شما باهاش تنها بمونید. دادگاه واقعی کجاست؟ توی دنیای بیرون، با پلیس و قاضی و قانون، یا توی دنیای درون، توی اون دادگاه ساکت و همیشگی وجدان خودمون؟